هر چقدر بالا رفتید مشکلی با هم بالایی با همون سطح صفت خودت مشکلی به وجود می آید. هر چقدر زندگی عادی و ساده داشته باشید مشکلی همون قدر عادی و ساده می شود برات. این حیات از این زندگی هست. نمی شود به مشکلی زندگی. چرا نمی شود زندگی به مشکلی؟ چرا که همونی که خلق کرده است، همین پروردگار میگوید که استعیذ بالله ولقد خلقنا الانسان فی کبد. ما انسان در مشکلی ها، داخلی مشکلی ها، نمیگه در پهلو، در بالا، در زیر، نه، در داخلی مشکلی ها ما آفریدیم. چرا ما میگوید انسان را در داخلی مشکلی ها آفریدیم؟ برای چی؟ برای این دنیا، این حیات، این زندگی امتحان است. من صحبت ها گفتم که 5 حیات است برای هر انسان. حیات اولا همون رحم مادر، اونجا حیات است. تمام ضروریاتش رو از مادرش به واسطه رگش یعنی نافش میگیرد. گاه مادرای حامله‌دار چیزی میخوان ناگهان. برای چی؟ یک باره طلب میکند، به خاطر که از داخل سیگنال میشود. از داخل در مغز مادر میگه که همین چیز ضرورت دارم من. تمام ضروریات ویتامین ها و مهمات خود را از مادر میگیرد. اون طفل حیات است. اگر نورسایی شود برای همون طفلکی که در رحم مادر هست بیمار می شود. اگر نورسایی جدی تر باشد فلج می شود، خدا نشان ندهد. تمام لازمات و ضروریاتش رو از مادر اونجا حیات است. حتی خوشی، خرسندی، غم، اندوه، همه این رو حس میکند وابسته به مادر. از مادر به همون طفلک یعنی میگذرد، اون طفلک حس میکند. حتی همون مادر اگر گپای ناخوش و بد بگوید به همون کودک تاثیر میکند. دشنام و حقارت دیگر بعضی کودکایی که زبانش ناک شدگی است دشنام میدهد. حالا از هیچ کس نشنیده است. از کی شنید؟ دوره در رحم مادرش از مادرش شنید، اون رو الکی در ذهنش جای شد. این بسیار مرکب است. این حیات بسیار فکر میکن این زندگی عادی است دیگه، اومدیم میرویم تمام. نه، میلیون ها نازکی ها دارد. از انم رحم مادر شروع شده تا این زندگی، تا از کودکی تا جوانی تا میان عمری تا پیرانسالی میلیون ها مشکلی ها و پست و بلندی ها دارد. انسان را تباه و بیهوده پروردگار خلق کردگی نیست. انسان یکی از چیز مخلوق های مکرم و محترم پروردگار است که متاسفانه بعضی از انسان ها به قدر خود نمیرسند، خود را قدر نمیکنند، خود را نمیشناسند. باید انسان خود را بشناسد، خصوصا جوان ها خود را بشناسند. من باید چیکار کنم؟ چیکار کنم که فردا در پیری چی شوم؟ اینجا چیکار انجام بدهم که فردا پیر شدم چیکار کنم؟ این است. دیروز من در دانشگاه ملی هم درس داشتم، مناسبت‌های بین المللی، بین الخلقی. گفتم شاگرد عزیز، همین 4 ساله که دانشجویی داره، همین 4 سال شما اگر خداوند عمر داده باشد 75 سال آینده عمر شما وابسته به همین 4 سال شما است. یا خود را میسازید یا خود را میسوزید. اگر میخواهید که 75 سال عمر آینده شما موفق، کامیاب، متخصصی ورزیده، شخصی مفید، مهم، کامیاب، سعادتمند، سربلند، فقط بالای کتاب مطالعه، بالای کتاب خوابتون ببرد. بالای کتاب خوابتون برد از شما بوی امید هست. لیکن کتاب رو عموما هفتش قطی ورق نزدید خاطرتون جمع. حالا بسیار دعوا میکنه من دیپلم دارم وظیفه ندارم. دیپلمی اون کلای خالی کدوی بی سواد چی در به دردت میخورد؟ نخونی از کجا؟ اونی که میخوند حالا بود نکرده 100 نفر میاد میگه بیا داره ما کار. وقتی که دیپلم باشد سواد نباشد به چی درد میخورد؟ حالا همون که میگیرن کار میگیری، بعضی که دیپلم دارم اینجا خوندم اونجا خوندم، بازی کردش گست، بیهوده کاری کرده است، بیهوده گردی کرده است، گشت است، سواد نیست. از کار گرفتگی شیمون میشه، از دمش میدوی. تمام مسئله ده بعد دیگه با فهماندگی میکنی. 3 سال 4 سال دیگه بعد او را با جون میکنی که بعد یک چیزی شاید یا متخصص شود بعد کارش پیش برود. 4 سالی که دانشجویی هست 75 سال عمری آینده انسان انا به هم 4 سال وابستگی دارد که چیکار میکند، چگونه میخواند. یعنی انسان بسو مخلوق مرکب است، حیاتش بسو نزدیکی ها دارد. انسان باید شیطان غافلگیرش نکند، در غفلت نماند.
نخواهی در پیری خور نشوی، از جوانی فکر کن. وقتی که پیر شده دیگر اون 1000 بار که افسوس و ای کاش گفتن دیگر به درد نمیخورد. به خاطر در زیر خاک کامیاب شدن، بالای خاک زیر خاک فکر کردن در کار که من اونجا چیکار میکنم. 60-70 سال عمر دیده است، 8000-10000 سال است که زیر خاک خوب است. چه حال دارد؟ برادران اهل اسلام، مسلمان باید فکر کند. هر کاری که میکنید برای همین نگویند که هر کاری که کردنی است پیشکی فکر کنید که من همین کار رو انجام میدم به خاطر چی؟ آیا همین کاری رو که میکنم پروردگارم راضی هست در همین یا نه؟ آیا این اجر دارد یا معصیت گناه هست؟ اگر پروردگار راضی نیست اون گناه هست و معصیت است، هیچ ممکن نیست که برایت پشیمانی و بدبختی نیارد. هیچ ممکن نیست که پشیمانت نکند، افسوس نخوری و بدبختت نکند. برای همین مسلمان باید از جوانی پیری و بالای خاک زیر خاک. روز قیامت، من صحبت گذاشتم گفته بودم، یک روز قیامت 50,000 سالی همین حیات ما و شما هست. 50,000 سال قرآن میگوید. تصور کن که چی میگوی، چی جواب میگوی. همه این جوابگری دارد. هر قدمه، هر سخنه، هر رفتار و کرداری. وقتی که انسان اعمال نامه‌اش رو در روز قیامت میگیرد، بعد میگه این چی کتابی هست که هیچ میده و ریزه رو نگذاشته است که همش در اینجا وجود دارد. ملائکه‌ای که دست راست و دست چپ تمامی نیکی و گناه و معصیت و ثواب و کار خیر و بدت رو مینویسد. غیر از این 10 ملائکه دیگر هر یک انسان 10 ملائکه وابسته است، فقط 2 تا نیست. غیر از کرامان کاتبین باز 8 ملائکه دیگر به هر یک انسان وابسته هست. یعنی انسان بیهوده خلق کرده شدگی نیست، بس مخلوق مکرم و مهم است و مرکب است. ولی ببینید هم یک چشمی که ما و شما داریم میبینیم، چند میلیون میکر رگ‌های وابسته است به مغز. چقدر خداوند عزوجل زیبا و با عضوهای سالم این همه خلق کرده است، بعد هم تو تباه و بیهوده؟ نه، انسان اول دارد اخیر ندارد. همه انسان اول دارد دیگر اخیر نیست. مرحله ها از اول گفتیم، حیات یکم حیات بطن مادر، حیات دوم حیات امتحان، حیات سوم حیات برزخ. حیات برزخ میگویند اون برزخ یعنی زیر خاک، اونجا هم یا عذاب است یا راحت. و حیات قیامت، حیات چهارم حیات حسابات و حیات پنجم حیات ابدی، دیگر پایان نیست، دیگر اخیر نیست. خب باور کنید خب نکنید. حالا باور کردید، تئوری دیدید آسان می شود. باور نکردید، باور نکردن اون از بین نمی رود، مشکل می شود. خداوند عزوجل میگه استعیذ بالله فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. اونایی که تقوا و پرهیزگاری میکنن، اونایی که خیر و احسان و نیکی ها انجام میدهند، و صدق بالحسنى، چرا این همه نیکی و عبادت و این همه احسان و نیکی ها انجام میدهند؟ به خاطر که جنت باور دارند. اگر جنت باور نداشته باشد، در این سردی چند کیلومتر قدم میزند، یعنی طهارت میکند و قدم میزند و خرج و صرف میکند، میآید. ولی جنت باور نداشته باشد، پس این همه رو دارد. پروردگار میگه فسنیسره للیسری، من رفتن اونها رو به جنت آسان میکنم، به آسانی جنت میروند. چرا؟ به خاطر که اونها باور داشتن، کارهای انجام دادن. یعنی انسان مخلوقی به نظارت نیست، 24 ساعت زیر نظارت. فکری کردگیت رو اون ملائکه ها می نویسن، عملی کردگیت رو می نویسن، فکر اندیشه داشتگیت رو نظارت میکنن، عملی انجام دادن رو 100% نظارت میکنن. ببینید اینجا کامیرا است، من چگونه حرکت میکنم ثبت میکنم، چی میگویم می نویسد. این اختراع کی است؟ اختراع انسان ضعیف می نویسد. پروردگاری که این انسان رو با این عقلش که این همه قدرت دارد، این همه توانایی رو دارد، برای او بعد مشکل است.